بعد از 3 برنامه موفق در سال گذشته، کاو تئاتر اکادمی 4مین برنامه شاد خود را این بار در رستوران خانوادگی پاسارگاد به روی صحنه میبرد. شبی در لاله‌زاد، یک شوی شاد از کاوه فولادی، یعنی خودم. گروه چکاوک علی فرهادی، اکبر شایسته همراه با فرشید نخست و موسیقی سنتی با فریبرز کرمی، شعبده بازی و رقص زیبای عربی آنیتا. شبی در لاله‌زاد همراه با نمایش سیاه‌بازی انتخابات. چیزی بابای انتخابات بوده بابای. در کنار عارف کریم پول، عارف کریم پور، سوسن گلبرزی، سوسن گودرزی، محمد خشفیان، مریم غزلیان، خمیل پولا، امیر پویا و امیر امیر گل محمدی. تجربه تازه در سالن زیبای پاسارگاد واقع در موندالویگن 24 ایستگاه المداد. شنبه 22 یولی ساعت 17 تا 21. ورودی با شام 200 کرون. شبی در لاله‌زاد. مدیر تبلیغات شاهین کاظمی، مدیر تولید رویا خورشیدی. تلفن رزرو بلیط 031 40 22 60 و یا 0762 45 49 50. شبی در لاله‌زاد.